قراره چیکار کنیم؟ قراره بریم تو سایت بوتسترپ و ببینیم که چه کدهایی میتونیم برای این از کدهای بوتسترپ استفاده کنیم. برای این منظور بچه ها دقت کنید، میریم تو سایت اصلی بوتسترپ. اینجا من نوشتم اسمشو get. شما هم حتما اینو یادداشت بفرمایید. get. من همینو خب توی کنکور سوال داده بودم تو کنکور گفته بودم برای اینکه بریم چه سایتی رو بوتسترپ بریم. خب اونو براتون سوال داده بودم، نوشته بودم bootstrap.com getbootstrap.com نمیدونم این قسمت واچ بوتسترپ، اینو سوال داده بودم و بهتون بدم، چون من خیلی به کار عملی اعتقاد دارم. یه موقع دیدید از این کارهای عملی تو امتحان تست اومده بدونید سوالاتشو من دارم. مثلا می‌نویسم که برای اینکه بخوایم بریم از چه سایتی بوتسترپ استفاده کنیم. سوال فرامند. دقت کنید بچه‌ها، ما اینجا از CDN استفاده میکنیم. ببینید من اینجا الان براتون الان کدو میزنم براتون ببینیم که از چه کدی استفاده کنیم که برای بوتسترپمون. میایم پایین یه خورده اینجا. آها بله، این کد رو میبینید بچه ها، این کد رو نگاه کنید. این کد چون CDN نیست ما اینو لازم نداریم، ما این کد رو برمیداریم چون با کد چیه CDN تمام اینا را برمیداریم. ببینید بچه ها نگاه کنید، تمام این قسمت رو چی کپیش میکنم. بعد میام چیکار میکنم؟ پس شد getbootstrap.com docs getting اینا اینجا نوشتم دی استارت. تو این قسمت اینترودکشن میبینید اینجا من کلیک کردم و این قسمت رو برداشتم. میبینید حالا برمیگردم میرم داخل home.html. نه دیگه هوم چرا، base.html. تو base.html هم کافیه که تمام اینها را وردارم به جز این قسمت. نگاه کنید این قسمت، حالا اینو کپی میکنم، کنترل وی میکنم. خب ببینید این یه دونه بادی اینجا اضافیه، یه دونه هم HTML اضافیه. خب چیزایی که لازم دارم بله. بچه ها شما هم یاد بگیرید به هیچ عنوان نیایید بوتسترپ رو اینستال کنید تو پروژهتون. بیاید از لینکش استفاده کنید. تا جایی که اینترنت داره میاد از CDNش میخونه و سایت شما را درست میکنه، ولی نیازی نداریم ما بیایم چیکار کنیم؟ از این استفاده کنیم. نگاه کنید من اینو درستش کردم، دقت کنید. بعد بریم اجرا کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. الان همه چی اگه آروم باشه و همه چی حل باشه ما باید چیکار کنیم؟ بیاییم چیکار کنم اینجا رو؟ چند درصد شد؟ 27%. خب اجازه میدی رئیس من اینو اجرا کنم؟ ببینید قشنگتر شد، یه خورده فونتش ببین چقدر شد، قشنگ شد خداییش. ببینید تغییر احساس این پونه این کلاوردش هم برمیدارم، اینجا بود اینو برمیدارم و بقیه به جای اون چیکار میکنم؟ یه دونه نو بار میارم بعد. خب این هلو وردش هم برش داریم. میایم اینجا دقت کنید هلو وردش ببینید کجاست بچه ها، بگید من بردارم. اینا هاشش ببینید اینجا یه هلو وردی نوشته، به جاش چی بنویسیم؟ بنویسیم که شریعتی یونیورس. ولی است، ببخشید بابا، ولی عصر یونیورسیتی.
city. اوکی. خب حالا بریم اجراش کنیم ببینید که این چه اتفاقی براش میفته. نگاه کنید بچه. اینجا اگر من اینو اجرا کنم ولیعصر یونیورسیتی هم بالای سایتمون میاد. نگاه کنید قشنگ هم بک‌اندو داریم هم فرانت اندو داریم. خب حالا بریم سراغ یه دونه نوبارم برای سایتمون من میخوام اضافه کنم. بعد اینا رو بذارم داخل دیو و یه خورده سایتمون رو درستش کنیم. برای امروز دیگه فکر میکنم این قسمت ها رو بگم دیگه زیاد شده داره. خب ایشالا هفته دیگه شما تشریف داشته باشید استاتیک و درس. خب نمیدونم والا. خب دیگه من نمیدونم چی بگم. خب چی بگم من. خب دقت کنید بچه ها. پس گفتیم که تو سایت بوتسترپ دقت کنید تو سایت بوتسترپ بعد این کدو چیکار میکنیم برمیداریم. ببین این کدو نگاه کنید. این کدی که به صورت CDN لینکه. CDN لینک یعنی چی؟ یعنی کانکت میشه. میدونید مستقیما از سایتش میخونه. دیگه ما نیازی به اینستال کردن بوتسترپ نداریم. کداشو برمیداریم خودش برمیداره از سرورش و برای ما نشون میده. خب حالا یه سایت دیگه هم براتون معرفی میکنم که اینم خیلی خوبه. اسمش از بوت واچ. فکر کنم این سایته. خب توی این سایت اگه دقت کنید توی بوت واچ ابزارهای بوت استرپ رو ما داریم. هرچی بخوایم از اینجا میتونیم برش داریم. نگاه کنید تمام اون چیزایی که لازم داریم میتونیم ازش برداریم. تمای سایت نمیدونم قسمت های کامپوننت ها. بعد ما میتونیم از اینجا یه نوبار برداریم. دقت کنید الان واردش بشم ببینید. تمو من اینجا یه کلیک میکنم تو تم. خب الان ببینید تمایی که داره. من بوت واچ بذار یه بیریل اینا چیه؟ یه دونه از اینا برش داریم. ببینیم من چی میخوام. ببین سایت هایی که اینجا هستش. سرچش کو من یه نو بار سرچ کنم. خب بریم یه تم ببینیم این چیه. آره اینا هاشش میبینی اینا نوباره بچه ها. حالا کدوم خوشگله برداریم. دو تا بیشتر نداره که ها. درسته. اینو میخوام تو سایت هم بذارم. نگاه کنید مثلا این نوباره سرچ. اینم خوبه. اینم قشنگه. اینم خوبه. ببینید اینو ببینید بچه ها دقت کنید تا کلیک میکنم روی این گزینه این میاد. خب کداشو برمیدارم کپی کد. حالا اینو با کجا قرار بدم توی base.html. ما به خاطر این اومدیم کدامون رو یه خورده جمع و جور کردیم سازماندهی کردیم. حالا میایم اینجا توی base.html اینا هاشش میبینید base.html. بعد تو قسمت head اینجا ببینید اینجا قبل از چی بادی بذارم. درست
میذارم تو هد دیگه اینو. بذار خب میذارم اینجا. ببین اینا هاشش اینا. کلیک میکنم. نوبا رو میتونیم قبل از این کانتکت، حالا یه فوترم بذارید کنترل پی کنم. خب اینم از این. حالا بریم تست کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. خوب شد دیگه. بده. الان خوب شد دیگه. ببین نوبارمون هم اومد بالا. میبینی؟ آره اینم نوبار. حالا دیگه یاد گرفتیم. درباره حالا بعد دیوشو یه کوچولو میتونم یه تغییراتی روش انجام بدم و این قسمت رو درستش کنیم. خب یه دونه فوترم پیدا کنیم براش. یه دونه بریم فوترم پیدا کنیم براش. بعد حالا میخوام اینا رو هم درست کنم. اینا رو درست کنم. میرم اینجا بچه ها دقت کنید. حالا بریم این قسمت کجا بودیم؟ خب این حالا هر کدوم از اینا رو میتونید استفاده کنید و رنگش هم میتونید، ولی این قشنگتر شد یه کوچولو. حالا اینم میتونیم استفاده کنیم. خب بعد بریم یه دونه از اینا. من جدول نمیخوام، اینا تیبله. من ببینم از اینا فرماست. ببینید هر چقدر شما بخواید اینجا ببین ابزار داریم. میبینید مثلا برای اون چه صداییه. خب ببین من اینو میخوام برای اون چیزی که نوشته بودیم یکی از اینا رو پیدا کنیم. مثلا این فکر میکنم این قشنگتر باشه. آره اون متنمون که نوشته بودیم یادتونه یکی از اینا رو ورداریم مثلا اینجوری باشه. متنمون رو داخل این کادرا نشون بده. ببینید داخل این کدوم رو بردارم؟ این خوبه. رنگش این آبیه قشنگتره. درسته؟ خب کافیه که ببینید کافیه که بیایم اینجا نگاه کنید. اینجا کلیک میکنم بعد اینو کپی میکنم. خیلی شد این کدش. نه اینو نمیخوام. بذار یه چیز کوچیکتر بخوایم کپی پست کنیم. خب یه دونه هم فوتر میخوام من. اینا هدره. اینا چیه؟ ما هدر که نمیخوایم که. بذار ببینم یه دونه سرچ داره این تم. آها یه دونه فوتر داره این گونه در فلان. بذار ببینم اینا. این سولار. خب اینا ببین اینم قشنگ شد این آبیه. اینا تیبل. اینا فرماست. ببینید فرما را بچه ها آماده شد داره. بعد بیام این پایین ببینم یه چیزی پیدا میکنم. بیسیک. آها اینو میخوام. این یه دونه رو میخوام. ببینید اینو کدشو برمیدارم. اینو میخوام کپی میکنم بچه ها. حالا من میخوام اون قسمت هایی که درست کرده بودم به این صورت باشه. نگاه کنید. نگاه کنید شما. این بهتره به نظر من یا اون. خب من رو برمیدارم. خب بچه ها ببینید این سری دیگه میام کجا؟ home.html. چون میخوام اینو تو home.html اجراش کنم. دوباره میام توی ببینید اینجا بعد از حلقه فور نگاه کنید. اینجا میام نگاه کنید کنترل وی میزنم. خب من اینو نمیخوام. خب بعد این یکی هم که کلاس. لیست گروپ. اینم نمیخوام. خب ببینید دقت کنید. حالا بچه ها دقت کنید. خب بعد میام اینجا این UL رو دیگه از اینجا برش میدارم. حلقه فورم درسته. اند فورم از اینجا بر میدارم. کنترل X
میام اینجا اینجا end for. خب end black end for هم که درست شد. بله این end for نبود که. کنترل زد رو بذاریم اینجا. نه for. بچه ها دقت کنید. حالا من اینجا میام نگاه کنید اینجا اون کدی که نوشته بودم همینجا میارم. چی بود اسمش؟ گفته بودیم که 2 تا آکولات باز و بسته. بچه داخلش آیتمز بود یا آیتم بود؟ آیتم دات تایتل بود دیگه، درسته؟ تایتل به این. خب یه فاصله به این باید بدیم و آیتمز دات تکست رو به این بدیم. خب آیتمز دات تکست. خب اینم از این و میایم اینجا 2 تا اسپیس برمیگردیم میگیم آیتم دات تکست. چرا؟ دیگه گفتم دیگه تکستات و مدلامون بود دیگه، قبلا یاد دادم. خب چیزای اضافی هم پاک میکنیم. اینو پاک میکنم، لازم نداریم. اینم پاک میکنم که هیچ لازم ندارم چون اینا رو end for اینجاست. حالا اینم پاک میکنم، لازم ندارم. دیوار رو میذارم باشه. این دیو کجا بسته شده؟ حالا ببینم که دیو کجا باز شد. آها دیو اینجا باز شده، اینجا بسته شده. خب بریم اجرا کنیم ببینیم که چی کار کردیم. بریم اینجا اگر اجرا کنیم این یه حالت دیگه ببین قشنگتر شد. میبینید بچه ها؟ دیدید الان چقدر قشنگ شد؟ بیز. خب این هم از این قسمت. خب بیا چیزش کن خانمه. خب اینو من دیگه قرمز رو بزنم حل دیگه.